یادتان باشه آدمای بد که شما را بد گفت خوش شوین. خب آدم بد که شما را بد گفت خوب شوین، هم تکنیک ریاضی میشه بد جمع بد منفی ضرب منفی مثبت. حتما تو خوب است که آدم بد تو را بد میگه. متوجه شدی؟ از اون روز بترس که آدم بد تو رو تعریف کنه. متوجه شدی؟ مکتب گریز چرسی را چیزا که تو تعریف کرد یاری همون کارا رو کردش کردی. هر وقت یک چرسی شروع کرد که فلانی بسیار خوب آدم است بسیار مفهم دا پر شش کردش. تکنیک است دیگه. خب یک تکنیک روانشناسی. گوش کنی قصه را گوش کنی. گفت اندر پیش افلاطون کسی کان فلانی هم میگفتد بسی در هنر بستود بسیاری تو را تا فلک بنهاد مقداری تو را. میگه تو را بسیار تعریف میکرد. افلاطون چی کرد؟ زان سخن بگریست افلاطون به درد روی آورد از سردردی به مرد. یا افلاطون گریه را شروع کرد. چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ گفت میگریم که در دل مشکل است تا چه کردم کان پسند جاهل است. ما چی کردیم که او آدم جاهل و آدم بد مرا تعریف کرده؟ چی کار بدم خوشش آمده؟ چی بدی از دست من سر زده؟ مرا گریه گرفت، خوش نشدم. هرچه باشد مرد نادان را پسند، مرد دانا را بود آن تخته بند. متوجه شدید؟ بعضی وقت بعضیات تو رو تشویق نکنه خوش شو. تشویق نکنه خوش شو. خودش تا اینجا در جرم جنایت غرق تو رو تشویق کنه. مزه میته به نظرت؟ وقتی دانشمند